داستان کتاب پدر فقیر و پدر ثروتمند قسمت اول. رابرت کیوساکی در سنین رشد تحت آموزش دو پدر قرار گرفت. یکی پدر پولدار که پدر بهترین دوستش بود و دیگری پدر فقیر که پدر واقعی او بود. به این ترتیب اون تونست مابین دو دیدگاه بسیار متفاوت یکی رو انتخاب کنه. پدر فقیر اون تحصیلات بسیار بالایی داشت، اما پدر پولدار حتی کلاس هشتم هم تمام نکرده بود. هر دوی اونا حسابی کار میکردند و موفق بودند و درآمد قابل توجهی داشتند. با این حال یکی از پدرهای رابرت همیشه تقلا میکرد و دیگری هیچ نیازی به این کار نداشت. رابرت در دوران نوجوانی با مسئله وجود دو مرد قدرتمند و تأثیرگذار در زندگیش روبرو بود. اون میخواست پسر خوبی باشه و به حرفای هر دو نفرشون گوش کنه، اما این دو مرد هر کدوم چیزهای بسیار متفاوتی میگفتند. از اونجا که دیدگاه‌های اونا خیلی فرق میکرد، رابرت مجبور بود در مورد گفته‌هاشون فکر کنه و همین باعث شد تفکر مستقل رو یاد بگیره. اعتقاد رابرت بر اینه که دلیل اصلی ثروتمندتر شدن ثروتمندا، فقیرتر شدن فقرا و تقلای طبقه متوسط در همون جایگاهی که هستن اینه که موضوع پول رو صرفاً در خونه به بچه‌ها آموزش میدن و سیستم آموزشی در این باره مطلبی آموزش نمیده. اگه کودکی خانواده فقیری داشته باشه ممکنه در مدرسه عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون بده و شغل عالی هم به دست بیاره، اما اگه هیچ وقت مدیریت پول رو یاد نگیره همواره فقیر باقی میمونه. با توجه به اینکه رابرت تحت تعلیم دو پدر بود، از اونها چیزهای زیادی آموخته و در خصوص قدرتی که در ذهن در زندگی فرد ایفا میکنه بینش خاص خودش رو کسب کرد. به عنوان مثال یکی از پدرای اون میگفت من پول برای فلان چیز ندارم، در حالی که دیگری میگفت برای اینکه پول برای فلان چیز داشته باشم باید جمله اولی نوعی اعلام و علامت توقفه. دیگری سوالیه که آدمو وادار به فکر کردن میکنه. وقتی میگید من برای فلان چیز پول ندارم، تنبلی ذهن خودتون رو نشون میدید. یکی از پدرای رابرت فکر میکرد ثروتمندها باید مالیات بیشتری بدن تا صرف مراقبت از گروه‌های ضعیف‌تر اجتماع بشه، در حالی که دیگری مالیات رو نوعی ابزار تنبیهی بر ضد اونهایی میدید که در جامعه به تولید ثروت و سود رسوندن به دسته دیگر مشغول هستند. یکی از پدرها اعتقاد داشت به خاطر عیالوار بودن هرگز نمیتونه ثروتمند بشه، در حالی که دیگری میگفت به خاطر بچه‌هام که شده باید ثروتمند باشم. همونطور که ملاحظه میکنید این دو پدر در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف نظر داشتند. به خاطر رابرت در سن 9 سالگی تصمیم گرفت تا در مورد مسئله پول به توصیه‌های پدر پولدار گوش کنه و توصیه‌های پدر فقیر رو نادیده بگیره. رابرت کیوساکی شیوه تفکر 10 میلیون نفر از مردم رو در سرتاسر جهان در مورد پول به چالش کشیده و تغییر داده. رابرتو به علت داشتن دیدگاه‌هایی که غالباً با باور مرسوم در تضاده به عنوان فردی صریح و شجاع می‌شناسیم. او همچنین در سرتاسر جهان به عنوان مدافع آموزش مالی شناخته میشه. اصلی ترین دلیل گرفتاری مالی مردم اینه که افراد سالها در مدرسه صرف یادگیری کردند، اما هیچ چیزی در مورد پول یاد نگرفتند. به همین دلیل یاد میگیرن که برای به دست آوردن پول کار کنند، ولی یاد نگرفتن کاری کنند تا پول برای اونها کار کنه. کتاب پدر پولدار، پدر فقیر. 1. افسانه غلط لزوم داشتن درآمد بالا برای ثروتمند بودن رو در هم میشکنه. 2. باور دارایی به شمار آوردن منزل مسئولی رو به چالش میکشه. 3. والدین متوجه میشن که به چه دلیلی نمیشه مسئولیت آموزش‌های مالی رو به مدرسه سپرد. 4. تعریف دارایی و بدهی رو شفاف و روشن میکنه. 5. مطالبی که لازم است برای داشتن آینده مالی موفق در مورد پول به کودکان خود یاد بدهید را آموزش میدهد. کیوساکی 30 سال زندگی خودش رو برای یادگیری در مورد پول از پدر پولدار صرف کرد. وقتی همه چیز رو یاد گرفت و دونست، فهمید در خصوص پول 6 درس اصلی وجود داره که مدام تکرار میشن. این کتابم بر اساس همون درس هست. البته سعی شده تا جای ممکن به زبان ساده بیان بشه. این درس ها جوابی نیستند که به یک سری سوالات داده بشه، بلکه صرفاً راهنمایی هایی هستند تا به شما در سفری به سوی ثروت کمک کنه. فقرا و افراد طبقه متوسط به خاطر پول کار میکنن، اما ثروتمندا کار میکنن تا پول در خدمت اونها باشه. کیوساکی در کتاب ماجرای شبی در سال 1956 رو تعریف میکنه که در سن 9 سالگی از پدر خودش در مورد راه ثروتمند شدن پرسیده بود.
بچه پولدارهای مدرسهشون دوباره اجازه نداده بودند تا اون و بهترین دوستش مایک اونها رو در تفریحشون همراهی کنند. جوابی که پدر پولدار به این سوال داده بود این بود که اگه میخوای پولدار باشی باید از مغزت استفاده کنی. این جمله آخرین نصیحتی بود که پدر پولدار اون شب به رابرت کرد. رابرت و دوستش مایک تنها بچه فقیرهای مدرسه بودند. البته اونها همه ی چیزهای مورد نیازشون رو در اختیار داشتند، برای چیزی بیشتر از این نداشتند. اونها با هم توافق کردند که در جستجوی ثروت با هم شریک باشند. تمام اون روز رو با هم فکر کردند تا راهی پیدا کنند. همون روز بعد از اون راهی به نظرشون رسید تا پولی به جیب بزنند. حالا این دو شریک یک طرح کسب و کار داشتند. اونها چند هفته رو صرف گرد هم آوردن ابزارهای مورد نیازشون کردند. بعد مشغول تولید شدند. وقتی به پدر پولدار گفتن مشغول چیکاری هستن، پدر پولدار تقلب رو براشون معنی کرد و به پسرا گفت کاری که انجام میدن غیر قانونیه. اما با همین کار خلاقیت و عاطیه درخشان خودشون رو نشون دادن. بنابراین لازمه به تلاش کردن ادامه بدن. پسرها همینطوری مشغول تمیز کردن محل از به هم ریختگی خودشون بودند که پدر رابرت به اونها گفت برای دونستن راه ثروتمند شدن باید این مسئله رو با پدر مایک مطرح کنند. اون روز عصر مایک با پدر خودش صحبت کرد و پدر پولدار موافقت کرد تا صبح شنبه اون دو نفر رو ببینه. درس شروع می شود. ساعت 8 صبح که پسرها با پدر مایک ملاقات کردند، همون پدری که رابرت برای اشاره به اون از عنوان پدر پولدار استفاده میکنه. یه ساعتی از زمان شروع به کار اون میگذشت. اون از پسرها خواست تا زمان تمام شدن کارهایی که در دست داشت روی ایوان پشتی خونه منتظر بمونن. مایک به رابرت گفت وقتی از پدرش درخواست کرده راه پول درآوردن رو به اونها یاد بده، پدر پولدار نگاهی تمسخرآمیز به اون انداخته، اما بعد گفته حاضر پیشنهادی به اونها بده. پدر پولدار بعد از تمام کردن کارها سراغ پسرها که در ایوان پشتی منتظر بودند رفت و پیشنهادش رو با اونها مطرح کرد. اون گفت حاضر راه پول درآوردن رو به اونها یاد بده، اما نه به سبک مدرسه. اون تنها زمانی حاضر به انجام این کاری که پسرها قبول کنند براش کار کنند. حالا انتخاب با خودشون بود. اونا میتونستن این پیشنهاد رو قبول کنند یا راهشون رو بگیرند و برن. به هیچ سوالی هم جواب داده نمیشد. پسرها قبول کردند. قرار شد پسرها هر روز شنبه به ازای دریافت ساعتی 10 سنت در یکی از فروشگاه‌های پدر پولدار به مدت 3 ساعت کار کنند. بعد از 30 سنت خانم مارتین که نقش ناظر بچه‌ها رو در فروشگاه به عهده داشت، زنی مهربان و صبور بود. اون به رابرت و مایک گفت که با دیدنشون یاد پسرای خودش افتاده. قرار شد بچه‌ها قوطی کنسرو ها رو از قفس‌ها برداشته و گردگیری کنند و بعد تمیز و مرتب سر جای قبلیشون بذارن. پسرها به مدت 3 هفته همین کارو هر روز شنبه انجام دادن. هفته 4 که شد، رابرت از بابت اوضاعی که داشتن حسابی شاکی بود. اون با شرایط پیشنهادی موافقت کرده بود تا پول در بیاره، اما الان احساس می‌کرد حماله. بنابراین روز چهارشنبه در مدرسه از قصد خودش برای انصراف از این کار به مایک گفت و مایک از شنیدن حرفهای رابرت خندید و براش توضیح داد پدرش میدونسته چون این اتفاق میفته. مایک گفت حرفای رابرت رو به پدرش منتقل میکنه و روز شنبه جواب پدرش رو به اون میده. انتظار در صف روز شنبه. رابرت خودش آماده مواجهه با پدر پولدار کرده بود. حتی پدر خودش هم از این وضعیت پسر شاکی بود. اون به رابرت گفت باید به ازای کاری که در مغازه انجام میده تقاضای پرداخت ساعتی دست کم 25 سنت داشته باشه. روز شنبه رابرت دوباره به منزل مایک رفت تا با پدر پولدار اون دیدار داشته باشه و به اون گفته شد تا در نوبت بمونه. هرچی بیشتر منتظر میشد بر شدت عصبانیتش هم افزوده میشد. در نهایت نوبت اون رسید. هرچند رابرت از مواجهه شدن با یک بزرگسال ترسیده بود، اما این کارو کرد. اون به پدر پولدار گفت که از بابت چشم‌پوشی کردن از تعطیلات روزهای شنبه خودش ناراحته و سزاوار اینه که با اون بهتر رفتار کنند. اون گفت به نظرش هیچ چیز یاد نگرفته. پدر مایک برای رابرت توضیح داد که تمام اون مدت مشغول آموزش دادن به پسرها شدن، اما روشی که برای آموزش انتخاب کرده بود روش زندگی بود، نه شیوهی که در مدرسه درس میدن. زندگی ما رو تحت فشار قرار میده و انسانها در مقابل این فشار به یکی از این دو روشی که میگم پاسخ میدن. 1. اجازه میدن زندگی همچنان به اونها فشار وارد کنه. 2. یا خودشون دست به کار میشن و در برابر مشکلات اونها هم نیرویی وارد میکنن. پدر پولدار به رابرت توضیح داد که اون و مایک اولین کسایی هستن که از او تقاضا کردن تا معلمشون بشه. هیچ کدوم از اون 150 کارمند دیگه که پدر پولدار داشت تا با همچین تقاضایی نزد اون نیامده بودن.
بنابراین اون تصمیم گرفته بود به جای اینکه صرفاً با بچه ها حرف بزنه به اونها درس زندگی بده. افراد دائما به دنبال پول بیشتر هستند. اونها چشم انتظار افزایش حقوق، شغل بهتر و از این قبیل میمونند، ولی به نظر میرسه متوجه نیستند که مشکل اصلی از حقوق دریافتی نیست. پدر پولدار دیدگاهی رو که در ادامه به عنوان درس اول خلاصه شده بارها و بارها در صحبت‌هاش تکرار کرد. فقرا و طبقه متوسط به خاطر به دست آوردن پول کار میکنند، اما ثروتمندا کاری میکنند تا پول براشون کار کنه. پدر پولدار برای رابرت توضیح داد حالا که اون از بابت دریافت مزد ساعتی 10 سنت عصبانی شده میتونه درس اصلی رو شروع کنه، در حالی که اگه اعتراض به این مبلغ نمیکرد اون هم نمیتونست به پسرک درسی بده. خشم بخشی از فرمول یادگیری رو تشکیل میده، چرا که اشتیاق عبارت هست از ترکیبی از عشق و خشم. مردم کارفرمای خودشونو به خاطر استثمار کردنشون سرزنش میکنن، در حالی که واقعیت اینه که افراد خودشونو استثمار میکنن. اونها دستمزد پایین رو قبول کردن و بعد از اینکه ازشون سوء استفاده میشه ناراحت میشن. پدر پولدار برای پسرها توضیح داد که اگه میخوان کار کردن برای پول درآوردن رو یاد بگیرن باید برن مدرسه و درس بخونن، اما اگه میخوان یاد بگیرن چطوری کار کنن که پول برای اونها کار کنه میتونن این مسئله رو از اون یاد بگیرن. خیلی از افراد ترجیح میدن جانب احتیاط رو نگه دارن. اونها نمیخوان یاد بگیرن که چطور باید پول رو در خدمت خودشون در بیارن. برای اونها راحت تر اینه که کار کردن برای پول به دست آوردن رو یاد بگیرن، مخصوصا وقتی هیجان اصلی محرک اونها در تصمیم گیریشون ترس باشه. بعد پدر پولدار موضوع مالیات رو برای پسرها توضیح داد. اون به پسرها گفت بیشتر افراد 100% درآمدشون رو در اختیار ندارن. پسرها از شنیدن این مسئله شگفت زده شدند. پدر پولدار از رابرت سوال کرد که آیا اون همچنان علاقه‌مند به یادگیری هست؟ وقتی رابرت این مسئله رو تایید کرد، پدر پولدار به اون گفت که از حالا به بعد باید مجانی براش کار کنه. اون به پسرها گفت اگه در همین سن پایین قوانین ثروت رو یاد نگیرند، باقی زندگیشون همیشه چشم به راه درآوردن پول بیشتر خواهند بود. دست به دعا میشن که یک وقت کسی اخراجشون نکنه و تا خرخره در قرض فرو بینند. اونها باید استفاده از مغزشون رو یاد میگرفتن و وقتی موفق به انجام این کار بشن بابت این فرصت از اون تشکر میکنن. رابرت مسئله مجانی کار کردن خودش رو از پدر واقعیش مخفی نگه داشت. اون میدونست که پدر خودش هرگز قبول نمیکنه که مجانی کار کنه و خودش هم نمیتونه چیزی رو که هنوز به طور کامل متوجه نشده برای پدرش توضیح بده. به مدت 3 هفته پسرها مجانی برای پدر پولدار کار کردند. شنبه سومین هفته که از راه رسید، سر و کله پدر پولدار پیدا شد و اونها رو همراه خودش برای قدم زدن برد تا اوضاع و احوالشون رو جویا بشه. خودداری از افتادن در یکی از بزرگترین تله‌های زندگی. پسرها هنوز مطمئن نبودند که چیزی یاد گرفته باشند، بنابراین پدر پولدار به اونها گفت یاد بگیرید از مغزتون استفاده کنید. البته پدر پولدار به بچه‌ها پیشنهادی داد ساعتی 25 سنت به اونها پرداخت کنه، اما رابرت اونو نپذیرفت. پدر پولدار چندین بار مبلغ پرداختی رو افزایش داد تا در نهایت به ساعتی $5 رسید. رابرت میدونست ساعتی $5 دستمزد پیشنهاد مسخره‌ایه. هرچند بیشتر بزرگسالا هم در سال 1965 چنین درآمد ساعتی نداشتند، اما رابرت به جای هیجان زده شدن آرام بود. اون بخش حیث روح اون ساکت شده و حس آرامشی وجود اون رو فرا گرفته. بیشتر افراد به 2 دلیل قبول میکنن به ازای کارشون مبلغ مشخصی به اونها پرداخت بشه. 1 ترس، 2 حرص. خیلی از انسان‌ها در دور باطلی گرفتار هستن. اونها صبح از خواب بیدار میشن، سر کار میرن و هزینه‌هاشون رو با حقوقشون تأمین میکنن. وقتی پول بیشتری به دست میارن بیشتر هزینه میکنن. اما روش دیگه‌ای هم برای زندگی کردن وجود داره که خیلی‌ها هرگز از اون اطلاع پیدا نمیکنن. پدر پولدار توضیح داد ترس یکی از دلایلیه که باعث میشه افراد در این دام گرفتار بمونن. پدر پولدار چند دقیقه‌ای در مورد ترس صحبت کرد و بعد ساکت شد تا مطالب گفته شده به خوبی در ذهن پسرها جا بیفته. اون براشون توضیح داد که میخواد اونها در این دام نیفتند. افراد دنبال پول بیشتر هستن چون فکر میکنن پول بیشتر براشون شادی میاره. البته وقتی پول به دستشون میرسه واقعا چنین احساسی دارن، اما این حس موقتیه و با تمام شدن پول اونها باز هم خواستار
پول به مراتب بیشتری میشن. بعضی افراد هم ادعا میکنند به پول علاقه‌ای ندارن، اما اگر راست میگفتند دلیلی نداشت وقت خودشون رو سر کاری تلف کنند که دوستش ندارن. اونها هم صرفاً برای اینکه پول در بیارن باید این کار انجام بدن. این دست افراد در انکار به سر میبرند. پدر پولدار کلمه هیجان رو به معنی انرژی در حال حرکت توصیف کرد. اون از بچه‌ها خواست یاد بگیرن از فکر و هیجانشون به نفع خودشون استفاده کنن و مثل خیلی از افراد اجازه ندن برعکس این حالت اتفاق بیفته. ترس عامل انگیزه بخش بزرگیه که در مسئله کار کردن برای پول در آوردن مطرح میشه. پدر پولدار به بچه‌ها توصیه کرد به جای ترسیدن از قدرت پول، مدیریت اون رو یاد بگیرند. مسئله‌ای که قطعاً در مدرسه به اونها آموزش داده نمیشد و باید اون رو در مسیر زندگی درک میکردن. اگه در سنین کم اون رو یاد نمیگرفتن، همواره برده پول باقی میموندن. در واقع پدر پولدار سعی داشت دیدگاه بچه‌ها رو گسترش بده تا اون چیزهایی رو که از دید خیلی ها پنهان مونده بود تشخیص بدن. پدر پولدار داشت به اونها یاد میداد از تله‌ای که ترس و حرص به وجود آورده خودداری کنند. اگه پسرها راه خودداری از افتادن در این دامو یاد نمی گرفتن و یه جوری بالاخره ثروتمندم می شدن، در نهایت برده پول باقی می موندند. پدر پولدار برای اینکه صحبتاش رو به زبانی ساده بیان کنه برای بچه‌ها مثالی زد و گفت فرض کنید فردی پزشکه و به دنبال پول بیشتره، بنابراین نرخ ویزیت خودش رو بالا میبره. خب این مسئله باعث میشه هزینه‌های سلامت و بهداشت برای همه افراد افزایش پیدا کنه. در این بین این فقرا هستند که از همه بیشتر آسیب میبینند، به این معنا که شرایط بهداشتیشون نسبت به دیگرانی که پول دارن بدتر میشه. رابرت از پدر پولدار پرسید مگه فرض بر این نیست که قیمت ها بالا میرن؟ پدر پولدار در جواب گفت به لحاظ نظری قیمت ها به جای بالا رفتن باید پایین بیان، اما بر اساس ترس و حرص به خاطر جهالت مردم بالا میرن. اگه در مدارس به جای تدریس راه پول در آوردن به بچه‌ها در مورد خود پول آموزش میدادن، مردم پول بیشتری داشتند خب و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. پدر پولدار به بچه گفت دوست داره اونها به جای تصمیم گیری بر پایه احساساتشون، استفاده از احساساتشون رو یاد بگیرند. پدر پولدار همینطور گفت وقتی پسرها کار مجانی رو قبول کردن و بعداً حتی پیشنهاد دریافت مبلغ بالاتر رو هم نادیده گرفتن، فهمیده بود که اونها مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتند. اشتغال به یک شغل تنها راه حلی موقت برای مشکلی بلند مدته. مشکل خیلی از افراد هم یک ساله، یعنی مشکل پرداخت مخارج زندگی. پولی که بر اونها تسلط پیدا کرده و اونها یک کار رو بارها و بارها تکرار میکنند بدون اینکه اعتقاد داشته باشند شاید راه بهتری هم وجود داشته باشه. بعد هر سه نفر به فروشگاه برگشتند و پدر پولدار ادامه داد ثروتمندها منتظر پول نمیشن بلکه پول در میارن. ثروتمندها به این مسئله واقفند که پول توهمیه که ترس و حرص باعث اون شده. پدر پولدار اون روز حرفای زیادی به بچه‌ها زد که متوجهش نشدن، اما به مرور که زمان گذشت کم کم همه چیز براشون معنادار شد. مشاهده آنچه که دیگران نمیبینند. اون روز پدر پولدار قبل از خداحافظی با بچه‌ها به اونها گفت همچنان به کار کردن ادامه بدن، اما اگه دنبال زندگی راحت تری هستند نباید به دریافت حقوق دلخوش کنند. هر وقت کار کردن به امید حقوق گرفتن رو فراموش کنند، قادر به کشف ایده هایی خواهند بود که به ذهن خیلی از افراد نمیرسه. بنابراین چند هفته بعد از اون هم پسرها به مجانی کار کردن ادامه دادن و در مورد مسائل مختلف با هم حرف زدند و هم فکری میکردند. یه روز رابرت متوجه شد خانم مارتین جلد کتاب‌های کمیکو از اونها جدا کرده و داخل جعبه قرار میده. وقتی از اون دلیل این کار رو پرسید، خانم مارتین توضیح داد ادامه داستان در قسمت 2.